الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. بینندگان محترم و معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 107 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت های گذشته در مورد بعضی احکام جنائز و قبر کردن میت و احکام و آدابی که متعلق به این امر است می باشد که در قسمت های گذشته در مورد خواندن نماز جنازه بر بالای میت و همچنین در مورد دفن کردن میت که چگونه دفن کرده می شود و بعد از دفن کردن چه اموری مسنونه است باید کرده شود، این آداب و مسائل را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت های گذشته خدمت شما عرض و بیان کرده بودم. و در این قسمتی از برنامه در مورد اینکه انسان مسلمان بعد از اینکه قبر کرده می شود، در قبر گذاشته می شود، قبری از او باید از یک بلیست بلند نبوده باشد و قبر بر بالای از او بنای کرده نشود و بر بالای از او نوشته کرده نشود و قبر باید چراغ بر بالای از او در داده نشود و بر بالای از او مسجد بنا کرده نشود. این آداب و مسائل است که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را بیان کرده و از کردن این کارها ما مسلمان ها را منع کرده. و در مورد بلند کردن قبر که از یک بلیست بلند باید نباشد و بر بالای از او بنای آباد کرده نشود، چه اتاقی یا گنبزی یا ضریحی آباد کرده نشود و قبر باید پخته کرده نشود، قبر باید پخته کاری کرده نشود و همچنین بر بالای قبر باید نوشته نشود. این چیزهایی است که در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما مسلمان ها را از انجام دادن این کارها بر بالای قبر منع کردند که از جمله این حدیث است که امام مسلم و امام ابو داود و امام نسائی و امام ترمذی رحمت الله علیهم از صحابی جلیل قدر جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنند که ایشان فرمودند نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یجسس القبر او یقعد علیه او یبنى علیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سه چیز ما را منع کردند: از اینکه قبر گچکاری شود و پختکاری شود، از پخته کردن قبر و از گچکاری کردن قبر، و دوم از ششتن بر بالای قبر نشستن، و سوم بنا کردن بر بالای قبر، اتاق جور کردن، ضریح جور کردن، گنبز جور کردن بر بالای قبر. از این سه چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را منع کردند و علما را این است که این منع یا این نهی برای تحریم است و گچکاری کردن قبر، ساختن گنبز و ضریح و اتاق بر بالای قبر و همچنین نشستن بر بالای قبر از جمله امور محرم است. اگرچه بعضی علما میگن که این نهی تنزیهی است، مکروه تنزیهی است، لیکن اکثر علما رأیشان این است که این برای تحریم است. و همچنین امام نسائی رحمت الله علیه از این صحابه جلیل قدر جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیه او یجسس او یکتب علیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند که از چهار چیز منع کردند. اول اینکه ان یبنى علی القبر، بر بالای قبر بنای دیگری ساخته شود که اتاق ساخته شود، گنبد ساخته شود، ضریح ساخته شود. او یزاد علیه، سوم اینکه از خاکی که از قبر بیرون می شود از او کرده دیگه خاک اضافگی بر بالای قبر انداخته شود. سنتی است که خاکی از داخل قبر بیرون می شود دوباره امین خاک در داخل قبر و بر بالای قبر انداخته شود، اما اضافه کردن خاک دیگری، آوردن خاک دیگری بر بالای قبر تا که قبر به شکل بلند جور کرده شود، از این هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. او یجسس، یا گچکاری و پختکاری کرده شود، از این هم منع کردند. او یکتب علیه، یا بر بالای قبر نوشته شود، نوشته های متعددی نوشته، چه حتی ولو نوشته آیات قرآن و حدیث بوده باشه یا سوانح این شخص بوده باشد، از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند.
و همچنین امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی و امام نسائی رحمت الله علیهم روایت میکنند که حضرت علی رضی الله عنه به شخصی به نام ابو حیاج الاسدی فرمودند که ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، من تو را به آن کاری میفرستم که به خاطر انجامی از او کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من را فرستاده بود. و در روایت دیگه میگه که الا ابعثک، آیا من تو را برای انجام کاری نفرستم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من را برای انجام آن کار فرستاده بود. و او کار چی بود؟ این بود که الا ادع قبرا مشرفا الا سویته، من هیچ قبری بلندی را نگذارم مگر اینکه به زمین اون را هموار کنم، ولا تمثالا الا طمسته، و هیچ مجسمه را نگذارم مگر اینکه اثری از او را از بین ببرم. و این یعنی در حدیث دیگری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را برای این کار فرستاده بود که هر جایی که قبری بلند است اون قبر را انوار کند و هر جایی که تمثال و مجسمه هست او را از بین ببرد، اثری برای از او نگذارد. و حضرت علی ابو حیاج را برای این کار گفتن که من تو را برای کاری میفرستم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را برای انجام از او فرستاده بود. و در مورد قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی وارد شده که قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از یک بلیست بالا نبوده و در ابتدا مسطح بوده، یعنی هموار بوده بالایش، و بعد از او در زمان اموی ها حضرت عمر بن عبدالعزیز وقتی دوباره تجدید کردن مسجد را و قبر را، آن را به شکل صنم ساختن، به شکل کوهانی شتر ساختن. لذا علما میگن که هر دو جواز داره، چه قبر به شکل کوهانی شتر ساخته شود یا مسطح و انوار باشد، لیکن به شرطی که از یک بلیست بالا نبوده باشد. امام بیهقی و امام ابن حبان رحمت الله علیهما از حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنند که ایشان فرمودند و رفع قبره صلی الله علیه و سلم عن الارض قدر شبر. در حدیث طویلی هست، در ضمن این حدیث میفرمایند که و رفع قبره صلی الله علیه و سلم عن الارض قدر شبر، قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از زمین به مقدار یک بلیس بلند کرده شد، یعنی بلندیش قبر از زمین مقداری فقط یک بلیس بود. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از صالح بن ابی صالح روایت میکند که ایشان فرمودن، صالح بن ابی صالح فرمودن رأیت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم شبرا او نحو شبر، من قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که بلندیش یک بلیس بود یا به اندازه یک بلیس بود، از یک بلیس بالاتر نبود. و همچنین امام حاکم و امام ابو داود از قاسم بن محمد بن ابی بکر روایت میکند که ایشان فرمودند که قاسم بن محمد بن ابی بکر که برادرزاده حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه بود، پسر محمد بن ابی بکر بود، ایشان فرمودند دخلت علی عایشه فقلت، من نزد حضرت عایشه رفتم و به حضرت عایشه گفتم که حضرت عایشه عمه از آنها میشد چون آنها برادرزاده حضرت عایشه بودند، و گفتم که یا امه اکشفی عن قبر رسول الله صلی الله علیه و و صاحبیه، تو قبر رسول اکرم و قبر دو یارانشان را حضرت ابوبکر و عمر را برای من نشان بده که چگونه هست. فکشفت عن ثلاثه قبور لا مشرفه ولا واطئه. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر میگه که ما دیدم که در بعد از اینکه حضرت عایشه پرده را برداشتن داخل حجره ایشان را من نگاه کردم، دیدم که سه قبری است که لا مشرفه ولا واطئه، نه بلند است و نه زمین هموار است، بلکه مقدار یک بلیست از زمین بلند است فقط. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی احادیث از اینکه قبر ایشان بلند کرده شود یا قبر ایشان به شکل وثن یا عبادتگاهی ساخته شود از این کار منع کردن و در آخر عمر خود دعا کردن که ای بار الها قبر من را وثن یا عبادتگاهی که تعبد کرده می شود نگردان. امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میکنه که و همچنین امام مالک رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کردن، گفتن که لا تجعلوا قبری وثنا یعبد من دون الله، شما قبر من را بتکده نگردانید که من دون الله عبادت کرده می شود. و در روایت دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر عمر خود دعا کردن، گفتن که اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، ای بار الها تو قبر من را بتکده نگردان که من دون الله او عبادت کرده شود. لذا علما قولشان این است که هر نوع چیزی که منجر به تعظیم قبر می شود، به عبادت قبر می شود، او منع است، چه گچکاری و
پختکاری قبر بوده باشد، چه بلند کردن قبر بوده باشد، چه ساختن از ریحه و قبه در بالای قبر بوده باشد، چه گذاشتن ستایر و قماش و پارچه ها بر بالای قبر بوده باشد و چه مسح کردن و برکت جستن از دیوار قبر یا از خود قبر، از خاک قبر بوده باشد. این همه بنا به این احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است ممنوع است و این از باب سد ذرایع و از باب دفع مفاسد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما مسلمان ها را از کردن این کار منع کردن تا که منجر به عبادت من دون الله، تا که منجر به تعظیم من دون الله نگردد. و این حدیث هم دلالت به این میکند که قبر باید از زمین فقط یک بلیس بوده باشد و گفتیم که جواز داره که مسنم بوده باشد و جواز داره که مسطح بوده باشد. و قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنان که حدیث قاسم بن محمد و او دلالت میکند در ابتدا مسطح بوده، یعنی انوار بوده بالایش، همچنان که در حدیث فرمودن که لا مشرفه ولا واطیه، این به این معنی که مسطح بوده. و حدیث دیگری روایت شده دلالت به این میکند که قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسنم بوده. علما گفتن که در ابتدا مسطح بوده، هموار بوده و بعد از او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وقتی که دوباره تجدید کردن آن را به شکل مسنم ساختن، به شکل کوهان، لیکن بلندیش همو بوده که از یک بلیس بلند نبوده. همچنان که امام بخاری از سفیان تمار روایت میکنه که رأیت قبر النبی صلی الله علیه و آله مسنما، ما قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دیدم که به شکل کوهان بوده. و این گفتن که بعد از تجدیدش در زمان عمر بن عبدالعزیز این چنین کرده شده. و یک چیز جواز داره و او اینکه گذاشتن سنگ بر بالای قبر، اگر به خاطر نشانه ای که این قبر است سنگ گذاشته می شود که در مستقبل بعد اگر در اثر باران خاکی از او از بین می رود این سنگ نشانه برای ازی بوده باشه که اینجا قبر است، این کار اشکالی ندارد و این کار ثابت شده است. حضرت ابن ماجه رحمت الله علیه از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبي صلی الله علیه و سلم اعلم قبر عثمان بن مذعون بصخره، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبر عثمان بن مذعون را توسط یک سنگ نشانه کردن، یک سنگ را بالای قبر ایشان گذاشتن تا که نشانه بوده باشد که این قبر عثمان بن مذعون است. لذا علما گفتن که اگر شخصی قبر خود را، قبر نزدیک خود را توسط قبر سنگ نشانه میکند اشکالی ندارد. و آنچه که مروج است در بین بعضی مردم ها که مثلا فرق میارند بین قبر زن و مرد، برای مرد یک سنگ میگذارند، برای زن دو سنگ میگذارند، یا سنگی که بر بالای قبر مرد میگذارند به یک قسمی گذاشته میشود و سنگی برای قبر مرد میگذارند به شکل دیگری گذاشته میشود. حضرت امام ترمذی رحمت الله علیه، حضرت امام نووی رحمت الله علیه میگویند که این کار از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از صحابه کرام ثابت نشده است، فقط از رسول اکرم و صحابه کرام این ثابت است که میشه که انسان قبر را توسط سنگ نشانه کند، چه مرد باشد چه زن باشد، اما فرقی نآمده که زن به چگونه نشانه کند و مرد نشانه کرده شود و مرد چگونه نشانه کرده شود. امام نووی رحمت الله علیه میگه که این کار از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از صحابه کرام ثابت نشده است، اما اگر مردم به خاطر تمییز جدا کردن قبر از مرد از قبر زن میکنن این اشکالی ندارد و جایز است. و ادامه این مطلب را بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. با ما باشید. ودع نزوة أو مكانا مريبا، وحاذر أخي من الزلة، وحاذر أخي من الزلة، ولا تسترح للهوى برهة، وعف فتسامى عن الشهوة، ولا تتبع أي خلق مشين،
فتجني الملام مع الحسرة. فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله. فذاك السبيل إلى الجنة. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: انسان در روز قیامت با کسی است که او را در دنیا دوست می دارد. و هدی امام الورى قدوتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز هستم. همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بلند کردن قبر و از گذاشتن خاک اضافگی بر بالای قبر و از ساختن بنا و ذریح و قبه بر بالای قبر و از گچکاری و پختکاری قبر و نوشتن کردن بر بالای قبر و نشستن بر بالای قبر معنا کردن که احادیثش را در قسمت قبل از میان برنامه خدمت شما تقدیم کرده بودم. همچنان از نماز خواندن بر بالای قبر، بنای مسجد بر بالای قبر و در دادن چراغ ها بر بالای قبر در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معنا کردن. حدیث متفق علیه است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: قاتل الله الیهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله متعال یهود را هلاک کند که قبرهای پیغمبران خود را مساجد ساختند، که بر بالای رفته بر بالای قبرهای پیغمبرای خود نماز می‌خواندند یا بر بالای قبرهای پیغمبرای خود مسجد می‌ساختند. و در روایت دیگری آمده از حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لعن الله الیهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله متعال یهود را لعنت کند که قبرهای پیغمبران خود را نمازگاه ساختند، بر بالای آنها نماز می‌خواندند یا بر بالای از او مسجد می‌ساختند. و همچنین اصحاب سنن و امام احمد از حضرت ابن عباس و حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول اکرم که ایشان فرمودند: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم زائرات القبور والمتخذین علیها السرج. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانم‌هایی را که به زیارت قبر میروند و کسانی که بر بالای قبرها چراغ در میدهند آنها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت کردند، نفرین کردند که از خانم‌هایی که به زیارت قبر میروند و همچنین کسانی که بر بالای قبر چراغ در میدهند آنها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نفرین کردند. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیها او الیها. شما بر بالای قبرها ننشینید و همچنین طرف قبرها یا بر بالای قبرها نماز نخوانید. پس این هم دلالت به این میکند که ششتن بر بالای قبر یا نماز خواندن به طرف قبر که قبر جلوت بوده باشد یا نماز خواندن بر بالای قبر، این همه امور ناجایز و محرم است و درست نیست. و در بعض روایت ها میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قول خود را که لعن الله الیهود یا قاتل الله الیهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد در آخرین رمق حیات خود عرض کردند، در حالی که در معرض موت بودند. از جمله توصیه هایی که به صحابه کرام که در اونجا نشسته بودند میکردند این هم بوده که قبرها را مجلل نسازند، قبرها را بر بالای اینها بنا نسازند و به طرف قبرها نماز نخوانند و قبرها را نمازگاه نسازند و بر بالای قبرها چراغ در ندهند. و این دلالت میکند به تحریم این کار و اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخرین رمق حیات خود به این چیز وصیت میکنند دلالت به اهمیت این میکند و اینکه این کار به هیچ صورت جواز ندارد و این کار منجر میشود به عبادت غیر الله، به تعظیم غیر الله. لذا به خاطر سد ذریعه، به خاطر صیانت توحید، نگاه داشتن توحید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کردن این کارها بر بالای قبر
منع کردن. و در مورد فتنه قبر یا سؤال ملکین علما اتفاق نظر دارند که بعد از اینکه مرده بر قبر گذاشته می شود مورد فتنه و سوال قرار می گیرد. در احادیث به عنوان فتنه آمده و در احادیث به عنوان سؤال ملکین آمده، سؤال نکیر منکر. و علما به اتفاق نظر دارند که امت محمد صلی الله علیه و سلم در قبر یفتتن، یعنی مورد سؤال قرار می گیرند و سؤال ملکین در قبر که من ربک، ما دینک، من نبیک، این سه سؤال است که به امت محمد صلی الله علیه و سلم عرض می شود و این مورد اتفاق است و در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. اما اینکه های کفار هم از آنها در قبر سوال می شود یا امت های گذشته در قبر سوال می شدند، این مورد اختلاف است. عده علما قول دارند که این عام است و عده هم قول دارند که این خاص به امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و مسلمان هاست، اما کفار و امت های سابقه در قبر سوال نمی شوند. و در مورد اینکه امت محمد صلی الله علیه و سلم سوال می شود، حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، از جمله حدیثی که امام ابو داود و امام حاکم که قبلا او را عرض کردیم از حضرت عثمان بن عفان روایت میکنند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیه و قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که از دفن کردن مرده فارغ میشدند بر بالای قبر ایستاد میشدند و میفرمودند استغفروا لاخیکم واسالوا له التثبیت فانه الان یسأل، شما برای برادرتان طلب مغفرت کنید و از الله متعال برای از او تثبیت را، ثابت قدم ماندن را سوال کنید و از الله متعال بخواهید که در وقت سؤال ملکین او را ثابت قدم نگه دارد و بتواند که به سؤال ملکین جواب بدهد. فانه الان یسأل، این برادر مسلمان شما الان مورد سؤال قرار میگیرد. و همچنین در حدیث متفق علیه، حدیثی که امام بخاری و مسلم را از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنند آمده که انه صلی الله علیه و سلم قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان المیت اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لیسمع قرع نعالهم، مرده وقتی که در قبر گذاشته می شود و مشیعین، کسایی که به تشییع و به دفن از او آمده بودند برمیگردند، این مرده دوباره خیستان نمی شود برای سؤال، در حالی که آواز نعال این مشیعین، کسایی که به دفن از او آمده بودند میشنود. یعنی مجرد که این مردم بعد از دفن از او برمیگردند این شخص زنده کرده می شود و مورد سؤال قرار می گیرد. و در روایت امام مسلم آمده و اذا انصرفوا اتاه ملکان، وقتی که مردم بعد از قبر کردن از او، بعد از اینکه در قبر را میگذارند دوباره برمیگردند، اتاه ملکان، دو ملکی در قبر حاضر می شود. و در روایت امام بخاری آمده که فیعاد روحه فی جسده، در این هنگام روحش بر جسد از او برمیگرده و این شخص زنده کرده می شود و مورد سؤال قرار می گیرد. و همچنین امام ترمذی و امام ابن حبان در وصف این ملکین نکیر منکر روایت کردند که اتاه ملکانی ازرقانی اسودان، دو ملکی می آیند نزد این مرده که وصف از اونها این است که ازرقانی اسودان، هم نیل رنگ و آبی رنگ هستند و هم سیاه رنگ هستند، یعنی رنگ این دو ملک آمیخته شده از رنگ آبی و سیاه، یا اینکه چشمه های از اونها آبی است و رنگ از اونها سیاه، یا هم دارای رنگ آبی هستند و هم دارای رنگ سیاه هستند. این دو ملک یقال لاحدهما المنکر والآخر النکیر، که یکی از اونها نامش منکر است و دیگرش نکیر است، میان و این مرده را روحش دوباره دمیده می شود و از او سوال میکنند. و همچنین در امام طبرانی در معجم اوسط روایت میکنه که اعینهما مثل قدور النحاس و انیابهما مثل سیاس البقر و اصواتهما مثل الرعد. در وصف این دو ملک نکیر منکر روایت میکنه که وصف این دو ملک این است که چشمه های از اونها مثل دیکه های میسی هست، چشمه هایشان اینقدر بزرگ است که مثل دیکه های میسی بزرگ می باشد. و انیابهما مثل سیاس البقر، و دندانه های آنها مثل شاخه های گاو بزرگ می باشد. این دو ملک که قواره مخیف دارند. و اصواتهما مثل الرعد، و آواز اینها مانند تندر و مانند رعد، آوازی مخیف و هیبتناک دارند.
از این احادیث، مجموع این احادیث استفاده می شود یا دلالت میکنه مجموع این احادیث به اینکه سؤال ملکین حق است و انسان مسلمان وقتی که در قبر گذاشته می شود مورد سؤال قرار می گیرد و در احادیث آمده که سوالی که از انسان مسلمان کرده می شود این است که من ربک، ما دینک و من نبیک، یا از کسی که در قبر گذاشته می شود، چه مسلمان باشد و چه کافر، هر کسی که باشد، چه منافق باشد، این سه سوال از او کرده می شود و در روایت آمده که از او گفته می شود که ما تعبد، ما کنت تعبد، تو چی را عبادت می کردی؟ و سوال دیگه از او کرده می شود که ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو درباره این شخصی که به طرف شما فرستاده شده به حضرت محمد درباره ازی چی رأی نظر داری؟ چی می گفتی درباره ازی؟ و در روایت آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که انسان مسلمان الله متعال او را توفیق میدهد که جواب این سؤال ملکین را بدهد و وقتی که جواب از اونها را میدهد که ربی الله و دین الاسلام و نبی محمد صلی الله علیه وسلم، یا میگوید که کنت اعبد الله تبارک و تعالی و کنت اقول فی هذا الرجل انه نبی مرسل، وقتی که این سؤالات را جواب میدهد برای از او گفته می شود فیقال له علی یقین کنت و علیه مت و علیه تبعث ان شاء الله، برای از او گفته می شود که تو در دنیا هم به یقین بودی، مؤمن کامل بودی و بر این ایمان تو وفات کردی و بر این ایمان تو دوباره برانگیخته می شوی و زنده کرده می شوی. و در روایت دیگری میاد که وقتی که این انسان مسلمان از سؤال ملکین جواب می دهد فینادی مناد من السماء، آوازی از آسمان می آید، الله متعال صدا می زند میگوید که ان صدق عبدی فافرشوا له من الجنه، بنده من راست گفت، فافرشوا له من الجنه، شما قبر از او را از جنت فرش کنید، وافتحوا له بابا من الجنه، و از طرف جنت به قبر از او دروازه بگشایید، و البسوه من الجنه، شما این را از جنت بپوشانید، فیأتیه روحها و طیبها و یفسح له فی قبره مد البصر، بعد از او در قبر از او خوشبویی جنت و بوی خوش جنت و هوای خوش جنت در قبر از او می آید و قبر از او تا جایی که چشم می رسد برای از او بزرگ کرده می شود با قدرت الله متعال و برای از او گفته می شود که انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک الله بالجنه، و جایش در جهنم هم برش نشان داده می شود و گفته می شود که این جای تو در جهنم بود اگر تو انسان بدکار و انسان فاسق و انسان منافق و کافر می بودی، لیکن چون تو انسان مؤمن بودی الله متعال به جای این جای تو در جهنم بر این جایی که در جنت هست مبدل کرده. فیراهما جمیعا، این انسان هر دو جای خود را، هم خانه خود را در جنت می‌بیند و هم جای خود را در دوزخ می‌بیند و برش گفته می‌شد اگر تو انسان کافر و فاسق و منافق می‌بودی این جای تو می‌بود، لیکن چون که انسان مسلمان هستی این جای تو هست. و روایت‌های آمده که اگر انسان کافر می‌بود و انسان فاسق و منافق بوده باشه، الله متعال برای جواب سؤال ملکین او را توفیق نمی‌دهد و او در هر سوال ملکین میگه که لا ادری، من نمیدانم که پروردگارم کی است، نمیدانم که پیغمبرم کی است، نمیدانم که ما به کدام دین خدا را عبادت میکردم، و برای از او گفته میشود که لا دریت ولا تلیت، تو نه دانستی و نه اتباع و پیروی از کسی کردی که میدانست، نه خودت دانستی و نه پیروی کردی از کسی که این چیزها را میدانست. بعد از او در روایت میگه که ثم یضرب بمطارق من حدید ضربة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، توسط مطارق و توسط آهنهای گرسهای آهنی زده می شود که اگر کوهی توسط این گرس آهنی زده شود خاک می گردد. و فیصیح صیحة یسمعها من یلیه غیر الثقلین، این چنان چیغی میکشد انسان مسلمان که غیر از ثقلین، غیر از انس جن، همه دیگر حیوانات و دیگر مخلوقات این آواز ازی را میشنوند. و این است که الله متعال میفرماید که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة و یضل الله الظالمین. الله متعال
کسایی که ایمان آوردن با قول ثابت، با قول محکم، آنها را هم در زندگانی دنیا، هم در دنیا و هم در قبر ثابت قدم میگذارد. هم در دنیا با ایمان کامل هستند و با ایمان کامل از دنیا میروند و در قبر وقتی که مورد سؤال ملکین قرار میگیرند الله متعال آنها را ثابت قدم میگذارد و میتوانند که از به سؤال ملکین جواب بدهند. و یضل الله الظالمین، کسانی که ظالمین هستند، کافر هستند، منافق هستند، مفسد هستند و ظالم هستند و فاسق هستند، آنها را خدا گمراه میکند. اگرچه جواب این سوال ها کدام سخت و دشواری نیست، لیکن الله متعال آنها گمراه میکند، نمیتونند که جواب این سوال ها را بدهند و مورد عذاب الهی در قبر قرار میگیرند. الله متعال برای ما و شما توفیق عمل و ایمان کامل نصیب کند و قبرهای ما و شما را روضه از ریاض جنت بگرداند و در قبر وقتی که سؤال ملکین به ما پیش می شود، ملکین سؤال خود را به ما پیش می کند، الله متعال در مقابل آنها، در جواب آنها ما را ثابت قدم بگذارد و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان می رسد و تا با دیدار آینده با شما خداحافظی می کنم و صلی الله و سلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.